تو ذهن همه موندگار بشی و کسی فراموشت نکنه؟ این 4 تا کاری که میگم رو انجام بده. 1. همیشه نزدیک به مرکز باش. نرو یه گوشه ساکت آروم بشین. اتفاقا وسط جمع بشین. وسط آدم و وایسا. مورد دوم، همیشه منتظر نباش بقیه بیان به سمتت. خودت یه سوالی بپرس، مثلا چه کیک خوش‌طعمی، خودتون درستش کردین؟ مورد سوم، پشت دستات قایم نشو، زبان بدن باز داشته باش. سعی کن شونه‌هات بالا باشه، از دستات استفاده کنی و به روی آدم‌ها قشنگ این شونه‌هات تکون بخوره. مورد چهارم، یه سوال باز بپرس، مثلا چی شد که اینجا رو برای زندگی انتخاب کردین؟ چی شد که این رستوران رو انتخاب کردین؟ چقدر رنگ قشنگی داره خونتون؟ چی شد به این نتیجه رسیدین که این رنگی کنید خونتون رو؟ برات یک دوره هدیه آماده کردم که توش بهت یاد دادم چطوری جذاب و کاریزماتیک باشی. برای دریافتش فقط لازمه که عدد 3 رو این پایین بنویسی تا لینک ورود بهش رو برات دایرکتت ارسال کنم.